تولد آره بزن بزن دیگه اون پس بخون چاره دوتا ماشین صبح نمیزن اینجوری آلوزه لوتوس خیلی سفته و امیدوارم که این دسر. سلام دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه، روز خوبی رو شروع کرده باشین. امروز 11 آبان سال 1402 هستش. امروز میخوام براتون یه ولاگ بگیرم. امروز من مهمون دارم. الان ساعت 9 که ما از خواب به همراه وروجک بیدار شدیم. البته آبجیش هنوز خوابه. امروز من آموزش دسر لوتوس رو میخوام براتون بذارم، بهتون یاد بدم. و اینکه تولد خواهر شوهرم هم هست. حالا کارامو زود تموم کنم برم یه کیک بخرم، یعنی امشب شب تولدشم دیگه، بتونم یه کوچولو سورپرایزش کنم. خب برای دسر لوتوسمون 3 بسته بیسکویت پدیبور خرد شده داریم. میتونین ساق طلایی یا هر بیسکویتی که دوست دارین استفاده کنین. 2 لیوان شیر لوتوس و 2 قاشق شکر، 2 قاشق نشاسته ذرت، 1 قاشق هم آرد و نصف پاکت هم خامه. نصف این پاکت صورتی ها خامه استفاده میکنیم. ما 2 بسته بیسکویت پتیبور رو خوردش میکنیم جوری که قشنگ ریز شه. حالا یا تو این خوردکنا یا میتونین توی زیپ کیپ بریزین، با بردنه، با گوشکوب، با هر چیزی که در دستتونه خوردش کنین. خب دوستان، شیر و پودر نشاسته و نشاسته ذرت و شکر و 1 قاشق آردی که داشتیم و داخل شیر میریزیم، رو گاز میذاریم، هم میزنیم تا به غلظت برسه. بعد که به غلظت رسید بهش خامه رو اضافه میکنیم. الان این شیر ما ببینیم به غلظت رسیده. حالا ما اینجا بهش خامه رو اضافه میکنیم. بهش خامه اونم اضافه کردیم. ببینید شیر ما غلیظ شد. به این مرحله که رسید دیگه زیرش خاموش میکنیم. بیسکویت لوتوس خیلی سفته و بماریش کنیم. اینجوری بذارین داخل کاسه رو کتری، زیر کتریتون روشن باشه که اون سفتی در بیاد و انقدر شل بشه کافیه. ما یه لایه بیسکویتمون رو تو ظرف مورد نظر میریزیم، بیسکویت خرد شدمون، و از این موادی که درست کردیم با شیرم روش میریزیم که همه جا رو خوب بپوشونه قشنگ. خب بعد از اون ما لوتوس به ماری شدن رو میریزیم روش. خب وقتی یه لایه کرم لوتوس روش ریختیم، حالا دوباره یه لایه روش بیسکویت میریزیم. دوباره یه لایه رو کرم لوتوسمون بیسکویت خرد شده ریختیم. حالا بقیه مواد شیریمون رو روش میریزیم، اضافه میکنیم. لایه آخر شیرمون هم روش اضافه کردیم، ریختیم روش. حالا بقیه لوتوس به ماری شده رو توی قیف میریزیم و به هر مدلی که دوست داریم تزیینش میکنیم. خب ما قیفمون رو داخل لیوان گذاشتیم و حالا این لوتوس رو میریزیم داخلش. من روشو اینجوری تزیین کردم. حالا یه مقدارم از این بیسکویت هایی که اضاف مونده دورش میریزم. شما اگه 2 بسته بیسکویت هم بریزین کافیه، چون بیسکویت من اضاف اومد. خب دوستان، اینم نتیجه کار. من با پودر بیسکویت و چند تا دونه بیسکویت هم تزیینش کردم. امیدوارم که این دسر جذاب و خوشمزه رو درست کنید و لذت ببرید. بزن بزن دیگه
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. سلام زنده خوب هستی شما؟ بابا بهتر شدی؟ بابا بهتر میکنم. خوبی؟ فیلم از همگی تو بگیرم. خب نوشه جام بفرم. بکشین. یا سازمان رژه یکی میرفت اونور یکی میرفت اونور وقتی فرمانده ها اونم فهمیده بودن این کار گفتیم چیکار می‌کنی صبح به صبح میریم دم چاهه دوتا ماشین بعد صبح نمیزن اینجوری آروزه آره آزاد طعم دسره چشم آره بابایی یا من 2 بار کشیدم ها. نوشه جام خیلی مزه داد. نوشه جون هستم دستورش رو میخوایی؟ حتما خط اینجوری بود 3 نفر نشسته بودیم جلو اینجوری داشتیم این تیشرت پوشیده بودم تیشرت اینجوری در آوردم امید لباس همون گفتش که چی شده کی دادت معلم رفت امید کفشش رو پوشید دوید بچه ها گفتن تو سرویس مدرسه معلمه رو کشیده بود پایین انقدر داده بودتش معلمه رو کی بابا؟ خاطرات دوران مدرسه ایما که معلم ها بچه ها رو کتک میزدن ای خدا باید شاید درس میکنیم اصلا درس نمیکنیم میگه عادی شد رفت میگه از کتک بخوریم بیاییم واقعا زندگیمون خب دوستای عزیزم الان ساعت 12:15 مهمونای من رفتن خیلی شب خوبی بود خیلی خوش گذشت امیدوارم که شما هم لحظاتتون شاد باشه هر جای دنیا که هستین حال دلتون عالی باشه دوستای نازنینم حتما بهتون پیشنهاد میکنم برای یک بارم که شده دسر لوتوس رو درست کنید فوق‌العاده دسر خوشمزه‌ایه فوق‌العاده دسر راحتی هم است واقعا درست کردنش خیلی راحته امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین من همراه باشین بهم انرژی بدین لطفا کانالمو سابسکرایب کنین تا هر ویدیویی که میذارم ببینین حتما زنگوله رو هم بزنین مرسی خیلی دوستتون دارم خدا نگهدار